روزی مومای گوهربی پیرکاوا هر صبح از نگاهبینی درختی بنان آغاز می شود. درختی بنانش از هر ساله دیده امسال حاصلی بیشتر دارد. پیرزنی 81 ساله میگوید خانواده آنها به بنان گران بازار احتیاج ندارد. حالا در فکری از سرما نجات دادن درخت و میوه‌اش است. ولی نیت داریم که امسال با چنین یگان قوپای سدکه های سلف هم پیچ کنیم که گردشته تخته بگیریم تری چوب مونیمو کپک کنیم پیچونیم. برای مومای گوهربی یک درخت بنان را 7 سال پیش پسرش از باختر آورده است. در 7 سال از آن 9 درخت دیگر سبزانیده اند. مومای گوهربی میگوید که هوای 2 سال گذشته گرم آمد و بنانها خوب نشو و نما یافتند. سال گذشته هوا گرم بود، او سالش هم هوا گرم بود. 2021 بناناش رسیدن اگه 100% نیو خیلی کشیدن چین دیم وقت پیچکه دموندیم رسیدن خوردن گلکو. مومای گوهربی روزش را نه تنها به نگاه بینی درختانی بنان سپری میکند. حکومت واسه به او 4 گکتار زمین داده است. در این مساحت باغ بنیاد کرده است. در باغش تمام نوع درختان را دیدن ممکن است. بیشتری روزهای پیرزن 81 ساله در زمین‌هایش سپری می شود. قصد دارد درختان بنان را از باغچه خانه به باغ کلانش برد. می‌داند که بنان درخت تروپیکی بوده برای اقلیم تاجیکستان موافق نیست، ولی می‌خواهد تجربه کند و بنانزاری در تاجیکستان به وجود آورد. میوه‌ای که به گفته او برای خانواده هم درآمد و هم شهرت آورده است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه واسه.